نامه‌های مرموز. به کانال صدای داستان خوش اومدید. ممنون از دوستانی که لایک میکنن، کامنت میذارن و کانال رو سابسکرایب میکنن. طناز از در خانه که میخواست خارج شود، ناگهان چشمش به پاکت نامه‌ای افتاد که از لای در به سمت زمین سقوط کرد. آن را برداشت تا ببیند از طرف چه کسی است، اما هیچ نشانه‌ای از فرستنده روی آن نبود. با تعجب و تردید پاکت را باز کرد و نامه درون آن را که 4 تا خورده بود سریع گشود و دید که در وسط آن با خط درشت و با رنگ سیاه نوشته: طناز پرویزی، فرزند عماد، فردا یعنی 5 شنبه آخرین روز زندگی توست. در فکر فرار هم نباش، ما سایه به سایه‌ات می آییم. و نقاشی چاقوی خونالودی نیز در انتهای جمله خودنمایی می کرد. یک لحظه خشکش زد و احساس کرد قلبش از شدت و سرعت تپش همینک از سینه به بیرون خواهد دوید. کیف دستی صورتی رنگش به زمین افتاد. همانجا پشت در نشست و با ترس و لرز دوباره به نامه نگاه انداخت. فردا یعنی 5 شنبه آخرین روز زندگی توست. در فکر فرار هم نباش، ما سایه به سایه‌ات می آییم. این جمله مثل پتکی بر سرش فرود آمد. لرزان و لنگان از همان راهی که رفته بود به اتاقش برگشت و مثل جنازه‌ای روی تختش افتاد. به سقف اتاق خیره شد. در ذهنش این سوال مدام تکرار می شد که این نامه از طرف کیست؟ حس بسیار تلخ و بدی داشت. این حس مثل یک کابوس بود که در بیداری اتفاق می افتد. و باز تکرار همان سوال: چه کسی این نامه را نوشته و چرا؟ و مهمتر از همه، آیا تهدید حقیقت داشت یا فقط شوخی ترسناک و بیمزه‌ای از طرف کسی بوده؟ آخر او اصلا دوست آشنایی نداشت آنطور که با او از این شوخی ها بکنند، و اینکه او اصلا با کسی خصومت و مشکلی که بخواهند او را به قتل برسانند. ساعتها گذشت. طناز سعی کرد با دوستانش تماس بگیرد، اما نتوانست چیزی بگوید. چطور میتوانست بگوید فردا میمیرم یا در واقع مرا خواهند کش؟ به پلیس فکر کرد، اما چه مدرکی داشت؟ یک نامه بدون فرستنده؟ مسخره به نظر می رسید. تمام روز را در خانه راه رفت. هر صدایی، هر سایه‌ای او را می ترساند. یاد تمام کارهای نکرده‌اش افتاد، تمام حرفهای نگفته‌اش، همه حسرتهایش. ترس مثل خوره به جانش افتاده بود. به سرعت به سراغ یخچال رفت و بی هدف هرچه به دستش می رسید را یا بلعید یا نوشید، به امید آنکه استرسش کمتر شود. هر دقیقه که می گذشت او را به فردا یعنی 5 شنبه و روز اموات نزدیکتر می کرد. به آخرین روز، به پایان. کمی که گذشت و زمانی که توانست به خودش و اعصابش کمی مسلط شود، یک بار دیگر تمام ماجرا را مرور کرد و در نهایت با خودش گفت: از 2 حال خارج نیست، یا اینکه نامه تهدید واقعی است یا الکی و شوخی. اگر الکی باشد که چه بهتر، ولی اگر واقعیت هست و فرضاً به وقوع بیانجامد، یعنی من چند ساعت بیشتر فرصت ندارم و باید در همین دقایق اندک کارهای واجب و لازم را انجام دهم. طناز بعد از این همفکری با خودش سریع از جا برخاست و یک فهرست از واجب ترین کارهایی که باید در این زمان اندک انجام دهد نوشت: تماس و دلجویی از پدرم که در شهرستان هست. آخر همین چند هفته پیش بود که طناز سر مسائل مالی دعوای شدیدی با پدرش کرده بود و دل او را حسابی شکسته بود. پرداخت چند بدهی به بدهکارها، دیدن یکی از دوستان قدیمی و عزیزش که قرار بود چند هفته پیش به ملاقاتش برود ولی هر بار کاری پیش آمده بود، رفتن به سر مزار مادرش که خوشبختانه نزدیک بود، ابراز عشق و علاقه به پسری که مدتی بود او را عاشقانه دوست داشت ولی هرگز جرأت گفتن آن را نداشت، و در آخر دیدن فیلم کازابلانکا که تعریفش را خیلی شنیده بود ولی هرگز فرصت پیدا نکرده بود آن را تماشا کند. دیگر بعید بود به کار دیگری برسد. سریع از جا برخاست و به سمت تلفن رفت.
فقط 5 دقیقه به نیمه شب و آخرین ثانیه‌های چهارشنبه و ساعت 0 پنجشنبه باقی مانده بود و طناز خوشبختانه توانسته بود تمام کارهایش را با موفقیت به پایان برساند و حتی فرصت کرده بود تمرینات تئاترش را هم مرور و انجام دهد و حالا یک لیوان دمنوش داغ برای خودش ریخته و مشغول نوشیدن آن بود. آن چند دقیقه هم به سرعت گذشت و 4-0 بر ساعت موبایل طناز ظاهر شد. در همین لحظه طناز از جای برخاست و به پشت میزش در اتاق رفت. خودکار و کاغذی برداشت و شروع به نوشتن کرد. طناز پرویزی، فرزند عماد، درست است که فعلا جان سالم به در برده ای و زنده ای، اما خوشحال نباش. همین 24 ساعت‌های آخرین روز زندگیت مدام و همیشه تا آخر عمرت برای تو تکرار خواهد شد. تو در لوپ بدی گیر کرده ای که البته دست ما نیست. فقط کافی است به دور و بر خودت و به اخبار با دقت بیشتری گوش دهی. زلزله، جنگ، سیل، طوفان، رانش زمین، آتش فشان، انفجار گاز، تصادف، سرقت منجر به قتل، غرق شدن در رودخانه یا دریا، برق گرفتگی و هزاران تهدید بالقوه و بالفعل که به سان کرکسی دور سر هر آدمی و تو میچرخند. پس هر لحظه میتواند آخرین لحظه زندگیت باشد و تازه فرصت 24 ساعته ما لطف بسیار بزرگی است. اما چندان هم نگران نباش. فرصت‌های 24 ساعته ما اگرچه تلخ و دلهره آور است، اما از طرفی باعث دانستن قدر تک تک لحظه های زندگیت نیز می شود و اینکه غافل نباشی و به کارهای واجب برسی و کار ناتمام و حسرتی برایت باقی نماند. از این به بعد هر روز آخرین روز زندگی توست. طناز نامه را 4 تا زد و درون پاکت گذاشت و بدون اشاره به مبدأ فقط نشانی مقصد یعنی منزل خودشان را به روی پاکت نوشت و بعد در آن را بست و تمری بر روی آن چسباند. صبح روز بعد سر راه آن را به صندوق پست انداخت. نویسنده مژگان منفرد، شاهین بهرامی.